در شروع یک هفته نو به همه شما دوستان عزیز از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ سلام میفرستم. با امید تنسیتی یک و یکتان نشر نوبتی سرخط رویدادها را تقدیم میکنم. امروز 14 آگوست از آن میگوییم که وکیلان توجیک سازشنامه بحث برانگیز با روسیه را قبول کردند. بازداشت رهبری بیمارستان ابن سینا، اعلان امور تخمینی محبوسان توجیکی که به جنگ اوکراین فرستاده شدند و افت با شدت قرب روبل روسی در 17 ماه اخیر. خبرهای دیگر نیز هست. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 15 آگوست به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر میکند. این اولین سفر او به این ولایت بعد از حادثه های خونین ماه سال 2022 در روشن و شهر خاروق است که در نتیجه آن 34 کس کشته و 10 نفر بازداشت و زندانی شدند. تا آنجایی که منبع‌های رادیو آزادی گفتند امامعلی رحمان اول به درواز، بعداً به ونج و سپس به خاروق و مرغاب می رود. قرار بود پرزیدنت تاجیکستان تیر ماه سال گذشته به ولایت مختار کوهستانی بدخشان می رفت، اما سفر لغو شد. دلیل نرفتن امامعلی رحمان به این ولایت را منابع امن و امنی افغانستان و وضع سلامتی او پیوند دادند. پارلمان تاجیکستان یک سازشنامه مهم با روسیه را تصویب کرده است که بین دو طرف بحث سر آن سالهای زیاد ادامه داشت. سند مذکور بیشتر از همه به تقدیر صدها هزار مهاجر تاجیک داخل دارد که در روسیه کار و زندگی میکنند. ریادمیسیه رضایت یک کشور به قبول شهروندان خود و گاه خارجیانی است که از کشور دیگر مثلا از روسیه دیپورتاسیون شدند. در دوشنبه میگفتند که شرط و شرایط سازشنامه را قبول ندارند، زیرا هم از نظر حقوقی و هم از نظر مالی به منفعت تاجیکستان نیست. در صورت امضای سازشنامه حکومت عهدهدار میشد خرج و خراجات اخراج هزاران مهاجر تاجیک را که به سبب قانون شکنی از روسیه رانده شدند بپردازد. حالا معلوم نیست خرج دپورت مهاجر غیر قانونی را بر عهده کی گذاشتند. ضمن بحث‌های پیشین بین تاجیکستان و روسیه متخصصان میگفتند که مسکو میخواست پول اخراج مهاجران را که از تاجیکستان غیر قانونی آمدند حکومت وطنشان بپردازد. فعلا اگر دادگاه امر اخراج مهاجر تاجیک را صادر نماید، خرج بلیط هواپیما یا قطار را خودش و یا رفیقان و خیرخواهانش میدهند. تقریباً 100 شهروند تاجیکستان از زندان‌های روسیه به جنگ اوکراین فرستاده شدند. این رقم را خبرگزاری آزیا پلوس از قبل رمضان رحیم‌زاده وزیر کار داخلی تاجیکستان آورده است. منبع می‌افزاید وزیر تاجیک امور تخمینی مذکور را بعد پایفشاری‌های زیاد خبرنگاران در نشست خبری روز 11 آگوست اعلام کرد. هرچند رحیم‌زاده تاکید نموده است که همتایان روسش در این مورد به آنها امور پیشنهاد نمی‌کنند و در هیچ سازشنامه طرفین ارائه چنین معلومات ذکر نشده است. بر هر صورت این اولین مورد است که یک مقام بلندپایه تاجیک معلومات تخمینی را عاید زندانیان محکوم شده در روسیه که به جنگ اوکراین فرستاده شدند افشا می‌کند. تا کنون خبر کشته شدن بیش از 20 محبوس تاجیک در این جنگ رسانه‌ای گردیده است. مقامات تاجیک موردهای مرگ و ناپدید شدن محبوسان را در جنگ روسیه با اوکراین توضیح ندادند، اما قبلا از تاجیکستانیان دعوت کرده بودند که به جنگ اوکراین نروند. منبع‌های رادیو آزادی در نهادهای قدرتی تاجیکستان بازداشت شدن عبدالخلیل خالقزاده صاحبکار موفق، بنیادگذار و مالک بیمارستان ابن سینا شهر دوشنبه را تصدیق نمودند. نزدیکان او این خبر را تصدیق یا رد نمی‌کنند. از بس که مقامات انتظامی درباره بازداشت و سبب آن رسما معلومات ندادند، برچیده شدن کتاب نو عبدالخلیل خالقزاده حوادث روزگار من از همه کتاب فروش‌ها عقیده را به میان آورده است که بازداشت او به این کتاب ربط دارد. به قول مصاحبان رادیو آزادی، عبدالخلیل خالقزاده روز 7 آگوست دستگیر شده است. امروز همکاران ما در نشست خبری دادگاه عالی تاجیکستان شرکت می‌ورزند و انتظار داریم که در این ملاقات تفصیلات بیشتری درباره حبس خالقزاده پیشکش خواهد شد. در برنامه اخبار آزادی که بعد تخمیناً 4 ساعت نشر می شود گزارش خواهیم داشت درباره شرکت چینی جونتای دنغره سیلسیل و تکستیل که از استفاده نیروی برق 10 میلیون سوم قرضدار بوده است.
صبح امروز برای اولین بار در 17 ماه اخیر قرب روبل روسی به پایین‌ترین نقطه رسید. حاضر $1 آمریکا به 100 روبل 16 کپیک برابر شده است. شارحان به قرب شوی روبل روسی را با تقاضا به اسعار خارجی و از بین رفتن موازنه در تجارت ربط می‌دهند. بانک مرکزی روسیه وضع کنونی را با کاهش درآمد از صادرات و افزایش واردات مربوط می‌داند. سخنگوی کرمل سیاستی به اصطلاح مانیتاری و یا پولی بانک مرکزی را سببگار این حال نامیده است. در صحبت با خبرگزاری ریترز شورح یان ملکوموف ابراز داشت که به نظر او بانک مرکزی روسیه نظارت قرب روبل را از دست داده است. دوستان مهربان، حالا رو می‌آوریم به بازار قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. امروز بانک ملی ارزش روبل روسی را 111 سومانی و 30 درهم برای 1000 روبل نشان می‌دهد. $1 10 سومانی و 95 درهم و 1 یورو باشد 12 سومانی و 4 درهم تعیین شده است. در بانک‌های تجارتی کشور قرب اسعار خارجی می‌تواند اندک فرق کند، بلندتر و یا پست‌تر باشد. بینندگان عزیز، اینجا برنامه سرخط رویدادها را به پایان می‌بریم، اما 4 ساعت بعد شما را در برنامه اخبار آزادی منتظریم. روز خوب داشته باشید.